سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران عزیز. کیسی که در تصویر می‌بینیم ایمیج کیس نیو انگلند ژورنال هست، مربوط به هفته اخیر. بیمارمون یه خانم 56 ساله است، مورد RA روماتیسم که به کلینیک پوست مراجعه کرده با یه تاریخچه 2 ماهه از یه سری ضایعات خارشدار، رش‌های خارشدار توی اندام‌ها که تحت درمان. این بیمار به علت روماتیسمش از 4 سال قبل تحت درمان با متوترکسیت و توفاسیتینیب بوده. توی معاینه همونطور که داریم می‌بینین لارج پچ داره، لارج پچ‌های اریتماتو داره توی پوستاش که به صورت پوست دهنده کراسته و فیشرهای عمیقی در بینشون دیده میشه، حالا همون جایی هم که فلش گذاشته. توی ناحیه چست، آپر آرم، نک، ابدومن، باتک و ناحیه ران بیمار مشاهده میشه. و similar finding were noted، ضایعات مشابه قابل توجه on the hand with sparing of the nail، ناخن بیمار درگیر نکرده. و خب این به صورت سوال تستی میگه در نهایت برای بیمار چه چیزی مطرح هست. گزینم داره اتوپیک درماتایتیس، کراستد اسکابی، کیوتینوس تی سل لیمفوما، اریترودرما، سوریازیس. خب توی تصویر همونطور که توی تصویر داریم ما یه سری ضایعاتی میبینیم که به صورت یه فیشر دیده میشن. کراسا پوست دهنده داریم، توی ناحیه چین ها مخصوصا شما میبینین ضایعات بیشتره، زیر فک بیمار، ناحیه آگزیلاری، بازوها و باتکس بیمار. موردی که در خصوص این بیمار مطرحه یک کیس RA که تحت درمانه و یک کیسیه که از جهت ایمونوساپرس حساب میشه. حالا اینو تقریبا باید دیده باشین، یک کیسی که ما قبلا حالا مشابهش و صحبتش شده بود در خصوصش و من میدونم بتونم تشخیصش چیه. یه کیس کراست اسکابیه، یعنی بیماریه که گال داره و گال به علت ایمونو کامپرومایز در این بیمار به شکل عجیبی و بسیار سیویر خودشو نشون میده. حالا اگه شما یه بار دیده باشین این بیمارا رو برای همیشه یادتون میمونه که به علت ایمونو کامپرومایز بودن بیمار پیشروی گال بسیار وسیع میشه و درگیری شدیدی میده. نکته‌ای که وجود داره در یک تشخیصش خب باید مایتا، تخما و اگ و اینا رو دید. 2 درمان این بیمار دیگه فقط با پرمترین پوستی نیست، پرمترین به اضافه ایورمکتین بعد برای بیمار در درمان در نظر گرفته بشه و اینا